آنچه شما در تصویر میبینید تلاقی دو نوک برج میلاد با همدیگه از فضا و دیدگاه آسمانی و اخترشناسان است. یعنی نوک برج میلاد به هم نزدیک و نزدیکتر می شود و ممکن است دو نوک با هم برخورد کنند. ببینید اینجا لحظه برخورد رو دانشمندان به تصویر میکشند. همه آماده است. برنامه شبای پایتخت طبقه 92 برج میلاد، جاتون خالی و من الان در نقش بیگلی برج میلاد انجام میکنم و تقدیم میکنم به مصطفی فیروزی عزیز. حالا معلوم نیست که این تصویری که شما بالای LCD میبینی اون نوک برج میلاده یا این برج میلاده. بالاخره خیلی باحاله. من عجبه کردمش برج میلاد. یا علی بیا بالا، اینم برج میلاد، من از جا کندمش. چقدر باحال شد مصطفی، با همه بی‌عقلیت واقعا نمیتونید درک کنید که چقدر زیبا این حرکت. شما این برج میلاد ماکسشو آوردید اینجا به عنوان دکور روی میز برنامه‌تون میذارید در برنامه شبای پایتخت. علی لولای میکروفونمون باحال با این ریشه بروکوسی جالب و مناسب فرد، بله، همراه با مردم و همگام با مسئولین، بسیار عالی و درجه یک. پشت سرمون نوشته شده شب‌های پایتخت. اینجا طبقه 92 ها برج میلاد 288. اصطلاحاً طبقه 288 برج میلان. چراغای شرقی پیداست و منتظریم که هنرمندا بیان. یوسف صیادی، رضا ایرانمنش و دیگه کی میاد؟ مصطفی حسن ریوندی که حالا به عنوان مجری پارتنر حمید فولادی خواننده خوش صدا، ابرو کلفته، صدا کلفته. آره خیلی دوست دارم. خب مصطفی ببین دوستان ما چی گفتن؟ گفتم یه بالا پاتون الیدیو اگه بذاری کلی الیدیو مشکن خاموش میشه. از کنار بیا. دم شما گرم.